و سرمایه‌گذاران نشان کردی خاطر این تایید بودن ما خاطر برادر بودن ما بودن چند شما کار برادر عزیزی ما این روز شادی ما خرسندی ما حد کنار ندارد. این روز شما را در پالوی خود دیده ما راستی خیلی که به تاجیکی میگن کرتا گوشت گرفتم. ماشاءالله ما بسیار شاد هستم که از این ملت عظیم ما ملت کهن بنیاد ما این فرزنداشانی همشان باقی مانده و امروز در پالوی ما هستند. ما از همه شما یگانگی، خانه آبادی و پیروزی و همیشه دلشاد بودن درخواست داریم. در راه سفارت جمهوری تاجیکستان برای هر یک تا شما کشاده است. دانی که شما در اینجا برادراتان موجود هستند و ما تمام کوشش میکنیم که همیشه شما با ما یک پیوند باشین، یک دین باشین و یک نوا باشین. تشکر زیاد. سلام علیکم.